به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بینندگان گرامی سلام. آرزو دارم هر جایی که هستین خوب و صحتمند باشین. در این ویدیو به تشریح عملی قلب گوسفند که از نگاه ساختاری به قلب انسان شباهت داره میپردازم. مواد و وسایل مورد ضرورت این فعالیت: قیچی یا کارد، یک میله، قلب گوسفند، تشت تسلیخ و دستکش. قلب از یک نوع عضله خاصی به نام عضله قلبی ساخته شده. شکل مخروطی را داره. در داخل قفسه سینه در بین ششها اندکی به طرف چپ موقعیت داره. به خاطر از این که بدانیم کدام قسمت پیش روی قلب هست و کدام قسمت پشت سر قلب هست. قسمت پیش روی قلب برآمدگی داره. رگ کرونری به شکل مایل قرار داره. قسمت پشت سر قلب هموار هست و رگ کرونری به قسم مستقیم قرار داره. قلب به دو سمت تقسیم شده: سمت راست قلب و سمت چپ قلب. سمت راست قلب از عضله نازکتر ساخته شده. اگر ما فشار بدیم پایین میره. سمت چپ قلب از عضله ضخیمتر ساخته شده که اگر فشار هم بدیم زیاد فرو نمیره. قلب شامل 4 جوف هست. 2 بطن داره و 2 دهلیز. قسمت بالایی که از عضله نازکتر ساخته شده دهلیزها قرار داره که دهلیزها را به نام اتریوم هم یاد میکنه. قسمت پایینی بطنها است که بطنها از عضلات ضخیمتر ساخته شده که بطن را به نام ونتریکلز هم یاد میکنه. در قسمت قاعده رگهای خونی قرار داره و طوری که میدانیم بطن راست قلب ارتباط داره با شریان ریوی. حال به خاطر از این که ما داخل بطن راست قلب ببینیم، میله را میگیریم، به داخل از رگها یا شریان ها میکنیم. هر کدامش که به بطن راست رسید همون شریان ریوی هسته و به امتداد میله قیچی میزنیم تا که داخل بطن راست قلب ببینیم. شریان ریوی یا پولمونری آرتری. میله هم به داخل بطن راست قلب رسیده. حال قیچی میزنیم. به امتداد میله قیچی میزنیم تا که داخل بطن راست قلب ببینیم. اینم بطن راست قلب. این عضله را به نام باند مدیریت یاد میکنه که تنها در بطن راست قرار داره که این ساختار کمک میکنه که دیواره های کناره بطن راست به موقع منقبض شود. این را قیچی میزنیم. بطن راست قلب به دهلیز راست ارتباط داره. قیچی میکنیم تا که دهلیز هم ببینیم. دهلیز راست. این عضله را به نام عضله پاپیلاری یاد میکنه و این رشته های باریک هست به نام طناب های وتری هست که طناب های وتری به عضله پاپیلاری و دریچه‌ای که بین دهلیز راست و بطن راست هست ارتباط داره. طناب های وتری در عمل کرده دریچه ها کمک میکنه. حال میخوایم داخل بطن چپ قلب ببینیم. بطن چپ قلب ارتباط داره به شریان ابهر. میله را داخل شریان میکنیم. اگر به بطن چپ قلب رسید شریان ابهر است. به امتدادش قیچی میکنیم و داخل بطن چپ قلب میبینیم.
طوری که قبلا هم گفتیم که عضله بطن چپ قلب ضخیم‌تر هسته. عضله بطن راست قلب خیلی نازکتر است نسبت به بطن چپ قلب. این هم عضلات پاپیلری، طناب‌های وتری که طناب‌های وتری وصل هست به دریچه دهلیز چپ و بطن چپ. قیچی میزنیم تا که دهلیز چپ قلب ببینیم. این هم دهلیز چپ قلب. قلب شامل 4 دریچه هست. یک دریچه بین بطن چپ و دهلیز چپ قرار داره که دریچه را به نام دریچه میترال یا بایکاسپید هم یاد میکنه. دارای 2 پله هست، 1 پله و این هم 2 پله. دریچه دیگری که بین بطن چپ و شریان ابهر قرار داره که این دریچه هستن. که این دریچه ها را به نام دریچه شریان ابهر یاد میکنه. دریچه دیگری که بین بطن راست و دهلیز راست قرار داره دریچه 3 پله‌ای هست. 1 پله، پله دومیشه و یک پله سومی که به نام ترایکاسپید یاد میکنه. دریچه که بین بطن راست و شریان ریوی وجود داره این دریچه است. این دریچه را به نام دریچه شریان ریوی یاد میکنه. وظیفه دریچه ها این هسته که از برگشت خون خروجی به قلب جلوگیری میکنه. امیدوارم که این فعالیت برایتان مفید واقع شود. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا اجرای فعالیت بعدی خداوند یار و نگهدارتان.